حضرت علی گفتند دنیا از 6 چیز عبارت است. دنیا از 6 چیز عبارت است: مطعوم، ملبوس، از طعام، از لباسه، مشروب، از شرابها، از یعنی نوشاکیها، منکوح از زن عبارت است و مشموم از بویدن عبارت است. بین گفتن دنیا را گفتن به قدرش نظر کن که از طعام، دنیا از طعام عبارت است، یعنی به طعام در دنیا زندگی کرده نمی شود، لیکن بهترین قیمتترین همین دنیا در طعامش این عسل است که این هم از چی است؟ گفت از آب دهن زنبور است. بهترین طعام دنیا خودش از آب دهان چی است؟ زنبور است گفتن. و بهترین و در دنیا به آب زندگی کرده نمی شود، این هم یک نعمت خیلی قیمت است. لکن بسیاری مردم شکایت میکنند از پروستاتا، خنک گرفتگی، یعنی که همخوابگی. من به همه شما توصیه میتونم یکی از داروهای گیاهی که از گیاه آماده شدگی است با نام پهلوان. این برای خنک گرفتگی، برای راه پیشابدان، برای بقوت کردن مردانگی و یک چند سرهای دیگه هم دارد. راستیش در اینجا گفتن نمیتونم. اگر شما در لازم باشد کامنتار ادبا نویسین پهلوان. دستافک به تمام شهرهای روسیه و حتی به تاجیکستان به تمام شهرها. در شهر دوشنبه رایگان. حضرت علی گفتن نگاه کنین، دشمن خدا هم می نوشد و دوست خدا هم از این آب چکار میکند؟ می نوشد. و در دنیا به لباس گفتن گشته نمی شود، لیکن از همه در لباس قیمتترین این ابریشم است. حضرت گفتن اینم از کرم می شود. البته از کرم پیله هست گفتن. و بهترین و در دنیا به زن زندگی کرده نمی شود گفتن، لیکن گفتن کمیزانی در کمیزدان است. اینی گفتن حتی همین زن هم چی است؟ در شرمگاه خود بول دارد. حضرت گفتن و دیگرش گفتن مشموم است، بویدن است، یعنی عطر هست. در دنیا خیلی چیزا قیمت هستند، لکن همین عطر هم بسیاری شخصان شاید بدانند وقتی که همون آهو میگه مست میشود و قوله بلندترین میکند، چند قدر قوله بلندتر میشود اون قدر حرکت میکند و پای خود میگه میزند. در همین حالت میگه از همون ناف همون خودی آهو میگه یک مقدار سیاوی میریزد، میگه در همون بالای تیپکی وای چنان یک بو و چنان یک قیمتی دارد که اون وای دریافت کرده نمیشود. خیلی چیز قیمتی هست، کمی از او را در این خوشبویای ما و شما استفاده میکنند. یعنی بین قیمتترین خوشبو هم از چی است؟ از همون یک ناف آهو می شود گفتن. یعنی حضرت خبر دادن که دنیا یعنی قیمتی ندارد، هر چیزی که دارد حتی از پسترین باز مخلوق خدا گرفته می شود. حضرت عیسی را میگد روزه به یک بیابان میگد با همراهی اصحابش میگه گذر کردن، با همراهی اصحابش گذر کرد. میگه نگاه کرد که در کوچه ها و در پیش دالان ها و در حوله ها میگه خیلی میگه مرده های زیاد میگه خوابیده بود، مرده های زیاد خوابیده بودند. حضرت میگه نظر کرد و گفت اگر اینها گفت دوستان خدا میشید یا محبان خدا میشیدند، هر آینه اینها را در قبر جا میکردند، لیکن مادامی که در کوچه ها مرده اینها پرتافته شد، اینها چیا هستند؟ اینها از غضب خدا به هلاکت رسیدند. میگه یارهای حضرت عیسی گفتند حضرت عیسی میگه مناجات به سوی خدا کرد. خداوند گفت که از قسم شب ای عیسی گفتند فریاد بزن، از اینجا کسی پیدا میشود که جوابی تو را چیکار کند؟ جواب بگوید. میگه شب شد. حضرت عیسی میگه دست برآوردن به سوی خداوند مناجات کردن. خدایا گفتند از این هلاک شدگان کسی را برای ما زبان نصیب بگردان تا که به ما خبر دهد که این چی سبب شد که اینها به هلاکت دچار شدند. فریاد زد. میگه کسی از بین آنها جواب داد ای عیسی روح الله، من برای سوال تو تیار هستم، چی میخواهی؟ حضرت گفتند امروز ما در کوچه ها جسدهای پرتافته شده را دیدیم، آیا سبب چی بود؟ شما برای چی در این غضب خدا گرفتار شدید؟
میگد از جانب اونها جواب آمد که ما کسانی بودیم که دنیا را بی نهایت دوست می داشتیم. دنیا را دوست می داشتیم. سحر در راحت خدا بودیم، امروز در عذاب خدا چیکار کردیم؟ گرفتار شدیم. گفت چه مقدار شما دنیا را دوست می داشتین؟ گفت مثل که کودک مادرش دوست می دارد، مثل همین گفت به دنیا بسیار محبت بسته بودیم. گفت چرا تو زبان داری؟ چرا که تو را خداوند زبان داد، از بین این قدر مخلوق فقط تو را اختیار کرد؟ گفت من کسی بودم که در بین این قوم گفت زاهد اینها بودم، پرهیزکارترین اینها بودم. من دنیا را دوست نمی داشتم، لکن در بین این مردمی که دنیا را دوست می دارد، در بین اینها که زندگی می کردم، از طعام و از شراب اینها که می نوشیدم، خدا مرم چیکار کرد؟ مبتلای عذاب اینها گردانید. یعنی مقصد از این چی است؟ مقصد از این است که پیغمبر خدا می فرماید تعیس عبد الدینار و الدرهم والقطیفه والخمیسه این عوتی رضی و این لم یعطا لم یرضا. اینا هم گفته بودن که ما چنان بنده بودیم که اگر خدا بر ما چیزی از نعمت خدا میداد، ما خدا را راضی بودیم، از خدای خود راضی بودیم. لیکن روزی که نعمت بالای ما بسته میکرد، ما چیکار میکردیم؟ ما از خدای خود راضی نمیشدیم. رسول الله میگه بعد گفتن چی گفتن پیغمبر ما و شما؟ گفتن هلاک شود، مرده باد آن بنده درهم و دینار. کسی که در دنیا بنده درهم است، کسی که در دنیا بنده دینار است، پیغمبر خدا گفتن تعیس عبد الدینار و درهم. خدا هلاک کند بنده ای که دوستدار درهم و یعنی دوستدار پول و مال دنیا هست. والقطیفه والخمیسه، پیغمبر خدا باز این دو چیز دیگر هم علاوه کردن. خدا هلاک شود بنده ای که فقط و فقط در پوشیدن بهترین لباس ها و در بالای بهترین جایگاه ها خوابیدن دوست می دارد. خدا هلاک باد این گونه بنده را. رسول الله دوست نمی داشتند. رسول الله اختیار نکرده بودند دنیا را. حتی حضرت ابو هریره میگوید وقتی که من از حال پیغمبر خدا به شما حکایت کنم که رسول الله ما یجید من الدقل، حتی میگه شبهای میشد که پیغمبر خدا یعنی خودش میپیچاند از گرسنگی، از شدت گرسنگی، حتی پوست خرما هم دریافت نمیکرد. میگه ما یملا به بطنه، حتی پوست خرما هم نمیافت که شکم خچه حضرت میگه سیر کنه. یعنی اگر میخواست دعا میکرد دنیا همه برای خرما میگرد، همه یو تنگه میگرد، همه یو ناز نعمت در پیش پیغمبر خدا چکار میکرد؟ پیدا میشد. لکن حضرت چکار کردن؟ محبت دنیا را برای خود اختیار نکردن. و برای ما و شما هم گفتن که ابو سعید خدری میگوید جلس رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر و جلسنا حوله. پیغمبر خدا بالای منبر برآمدند، بالای منبر برآمدند و ما در اطراف پیغمبر خدا نشستیم و رسول اکرم میگه به جانب همه ما گفت چی گفت؟ ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا و زینتها. ای امتی من، گفت من بعد از سر خودم بر شما بسیار ترساننده هستم بر یک عمل شما. کدام عمل؟ ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا و زینتها. این است که بعد من دنیا باز رنگارنگ می شود، دنیا باز شیرینتر می شود، دنیا را کارش باز زیادتر می شود که شما شیفته و محبتی بر دنیا می بندین که شما همگی همت گمراه میشین و از راه حق چکار میکنین؟ منحصر میگردین. یعنی شما را همین دنیا البته فریب میکنه. ابو هریره میگه روزه من در بازار بودم و نگاه کردم که بی نهایت مردم در جوش سودا هست. میگه فریاد زدم، گفتم ای مردم، ای مردمی که امروز همه شما به سوداگری مشغول هستین، در مسجد پیغمبر خدا میراث تقسیم رفته ایستاده است. میراث پیغمبر خدا را تقسیم دارند. آیا شما چرا از میراث پیغمبر خدا چیزی نمیگیرید؟ میگه وقتی که شنیدن که میراث پیغمبر خدا تقسیم می شود، فکر کردن که اشیای دنیا هست، فکر کردن که مال دنیا هست، همگی میگه به مسجد دویده آمدن. وقتی آمدن در مسجد کسی را ندیدن مگر یک مردمی را دیدن و پس گشتن به پیش ابو هریره رفتن. گفتن ابو هریره، در پیغمبر خدا را در مسجدش
هیچ تقسیم میراث نمیرفت. ابو هریره میگد گفت کسی در مسجد نبود؟ گفت مردم زیاد بود لکن تقسیم میراث نبود، بلکه یک گروه مردم نماز میخواند، یک گروه به ذکر خدا مشغول بود، یک گروه دیگر ذکر حلال و حرام میکرد، دیگر هیچ چیزی در مسجد نبود. ابو هریره گفت این مردم نافهم گفت میراث پیغمبر خدا انا همون است. گفت از پیغمبر خدا مال دنیا باقی نماند، از پیغمبر خدا هیچ زر و تنگه و طلا باقی نماند، مگر ذکر باقی ماند، مگر جدا کردن حلال و حرام باقی ماند، مگر نماز میراث ماند. شما اون برای خود اختیار کنید. امروز همه شما سرگرم سودا هستید، امروز همه شما سرگرم جمع کردن دنیا هستید، لکن از میراث پیغمبر خدا چیزی برای شما میراث نرسیده است. در اصل پیغمبر خدا بیهوده نترسیدند. امروز بینید البته ما و شما را هم دنیا چیکار کرد؟ دنیا هم در اطراف خودش ما و شما را جمع کردگی هست. البته کاری از دنیا میبراید که ما و شما مانع نماز جمعه میشیم، خب یا کاری از دنیا میبراید که ما و شما به نماز 5 وقته نمیریم. اینا سبب شدن، اینا همه عملهای همون دنیایی هستن که ما و شما چیکار کردیم؟ به اینها مبتلا شدیم و امروز به عبادت خداوندی نمیرسیم. لکن از همه خلاصه گپ همین است که انسان در دنیا زندگی کردنش غلط نیست. ما و شما زندگی میکنیم، صاحب فرزند میشیم، صاحب مال و اسباب انجام میشیم، لکن فراموش نکنین که محبت بر دنیا و محبت بر این عمر بستن این چی است؟ این خودش غلط است. کاری کنیم که در هیچ حالت، در هیچ موضع پیش راه ما و شما را این دنیا نگیرد، بلکه در هر حالتی که باشیم وقتی ساعت خدا را ذکر کردنش آمد ما و شما باید که به مسجد حاضر شویم. یک شخص میگه نزد حضرت علی آمدن، گفتن من یک خانه خریدم، میخواهم که برای من یک دفتری بنویسی، این دفتری همون خانه را حجت برای من ترتیب دهی تا که این خانه حجتی از من شود. حضرت علی میگه وقتی که به چشم انسان نگاه کردن و فهمیدن که بسیار دنیا را دوست می‌دارد و حضرت گفتن البته من به نام تو یک حجت برای این خانه‌ای که خریدی حجت تیار میکنم. و حضرت میگه قلم گرفتن و یک کاغذ در پیش خود گذاشتن، نویساندن بسم الله الرحمن الرحیم. این میت اشاره به سوی همون مرد کردن، یعنی این مرنده، این میت از یک میت خانه خرید در شهر گناهگارها در منطقه غافلین. حضرت دفترچه همون حجت همون خانه را ترتیب میداد. این میت از یک میت دیگر خانه خرید در شهری که پر از گناه است و در کوچه غافل ها. این خانه عبارت است از 4 طرف، یک طرفش به سوی قبر میکشد، یک طرفش به سوی مرگ میکشد، یک طرف دیگرش به سوی حساب اعمال میکشد، یک طرف دیگرش نامعلوم است که انسان دوزخی میکند یا جنتی میکند. اینا چیکار کردن؟ حضرت دفتر همان خانه را، حجت همان خانه را برای این مرد ترتیب دادند. چگونه یک دستور عمل، چگونه یک حجت تیار کردن که برای تمام مردمی که بعد این حضرت علی گذشتند این حجت میخواندند و برای خود چیکار میکردند؟ برای خود یک عبرتی میگرفتند. امروز چنان دنیا هم شیرینیش در ما و شما غلبه کرد که حتی که بین اگر یک برادرمان یا دادرمان یا اولادمان که اگر از مال دنیا چیزی نداشته باشد ما با او صحبت هم نمیکنیم، ما او را قدر شناسی هم نمیکنیم. به قدر اون برادری که دولت ندارد، سولت ندارد، به قدر او نمیرسیم. حتی سعدی میگوید که زمان خودش حتی حضرت یادآوری کردند که امروز به زمان ما و شما بی‌نهایت مطابق است. چی گفتند؟ گفتند امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند،
بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. امروز زمانی شد میگد که تمام کار انسان، تمام برادری و تمام همنشینی ما و شما فقط به واسطه پول و مال دنیا شد. امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند. بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. اگر برادرش خواه برادری مادری و پدریش است، خواه مسلمانی که مسلمان ها و مؤمن ها همه با یکدیگر برادر هستند، اگر یک مردی که مثال مال نداشته باشد، پول نداشته باشد، برای ما و شما چی است؟ وای برادر هم دیگر حساب نمیخورد، زیرا وای فقیر است، زیرا وای دست نارسا دارد. امروز خلقش خیش بسیم و بزر کنند. بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. زردار اگر چی نادان گویند عاقل است، بیزر اگر چی دانا مثلش بخر کنند. حضرت بین میگد امروز زمانی شده است که حتی آدمی که بیزر است، بی دولت است، امروز کسی بی دولت است، کسی بیزر است، او پیرو رسول اکرم است. پیغمبر خدا مال نداشتند، هیچ دوستان خدا دنیادار نبودند. زردار اگر چی دانا گویند، نادان گویند عاقل است، بیزر اگر چی دانا مثلش بخر کند. زردار اگر بمیرد خیشان غیر گریند، بیزر اگر بمیرد کم چشم تر کنند. امروز زمانی شد میگد اگر آدم پولدار و دنیادار از دنیا بگذرد، تمام مردم بیگانه و خودی برای او گریه میکنند، لیکن آدمی که از دنیا بی مال و بی ملک اگر میگذرد، برای او کسی هم گریه هم نمیکند. میگن زردار را به مجلس جای دهند بسر، بیزر اگر بیاید جا تنگ تر کنند. اگر یک آدمی زردار نابسته وی دین دارد، وی نماز دارد، وی خدا دارد ندارد، برای ما و شما اینوش هیچ اهمیت ندارد، مگر زردار است، مگر منصبدار است، مگر آبرودار است. وقتی در خاندان حاضر می شود همه ما و شما به سر می خیزیم، ما و شما خوش و انسان قبول میکنیم. لیکن یک انسانی که نماز میخواند، مسلمان است، انسانی که به خدا نزدیک است، نماز شب هم دارد، لکن پول کی ندارد، مال کی ندارد، در نزد ما و شما قدر قیمتی ندارد. همه این چی است؟ همه این دنیا هست، همه این محبت همین مال است. وقتی میگد همین پول برآمد، درهم و دینار که برآمد، میگد شیطان میگد گرفت، میگه و در پیشانی خود میگد اینها را چسباند و میگد گرفت بوسه کرد و گفت کدام انسانی که این دو را دوست داشت، یعنی این درهم و دینار را دوست داشت، اینها حقیقتا بنده من هستند، اینها را برای من آسان است که گمراه کنم. در اصل امروز کجا یک آدم دولتداری هست، بین اکثریتش انشاءالله در بینش بنده های خوبم، آدم های خدا ترسم خیلی زیاد است، لیکن خدا در قرآن هم خبر میدهد کلا این الانسان لیطغی ان رآه استغنی. هر آینه انسان سرکش می شود وقتی که خودش به دولت میبیند و بای میبیند. وقتی به دولت شید، وقتی بای شید، تا جایی که شکرانه خدا را باز زیادتر کند، همین نعمت که خدا داده است، تا جای نعمت خدا را گرفته و شکرانه و عبادت خدا را زیاد کند، در حال چکار میکند؟ سرکش میشود. در حال دیگر بنده های خدا را نمیشناسد، به قدر بنده های خدا نمیرسد، طرفدارهای زیاد مییابد، رفیقهای خیلی زیاد مییابد. حتی که بین فرزندهای کجا یک آدمی پولدار و مالداری هست، حتی امروز در یگان حبسخانه محکم هم نیستند، اگرچه 100 جنایت هم داشته باشند، این مال کاری خودش میکنند. میگد در یک زمانهای یک مردی دارا بود، میگد اسب داشت در خانهش. یک قصه در باب همین میارم. یک مردی بود، میگد خیلی دارا بود و اسب داشت در خانهش، میگد و یک همسایه فقیر داشت که میگه یک گاوی داشت. روز میگد این گاو گوساله کرد. این مردی دارا چگونه پیغمبر خدا گفتند اگر برای فرزند آدم یک وادی از طلا را اگر عطا کنیم، هر آینه وادی دویم شد طلب میکنند. اگر وادی دویم از طلا طلب اگر عطاش کنیم، وادی سیوم شد طلب میکنند. فرزند آدم از مال دنیا سیر نمی شود مگر خاک گور ای را اگر سیر نکند. این مردی دارا وقتی که درک یافت، میگد که این
گاوی همسایه میگه گوساله کرده است، در حال میگه نزد قاضی رفت و گفت همین گوساله گاو گفت همین گوساله را که در خانه همسایه من است همین اسب من زایده است. مادام پول داشت مال داشت قاضی را میگه از خود کرد و گو حجت ترتیب ده تا که همین گوساله همین مرد من از خود کنم. محکمه دا میگه کشیدن، صاحب گاو هم حاضر شد، این بدولت هم حاضر شد و میگه این مرد فقیر گفت، قاضی گفت من هیچ باور نمیکنم که اسب گوساله بزاید. این چی حکم است که تو برای خاطر این مرد ثروتمند این حکم جاری کردی؟ آیا یگان دلیل داری؟ گفت دلیل گفت این است که چشمهای همین گوساله گفت به چشمهای اسب مانند است. در اصل چشمهای همه حیوان به حیوان مانند هستند و این پاهایی که دارد گفت 4 پا، اسب هم 4 پا دارد. گفت این گوساله از همین اسب است. گفت حکم برآورد. از بین چند مقدار میگد گذشت، این مرد میگد باز در بالاتر نویساند تا که این حکم میگد قضاوت کنند. میگد وقتی که به بالاتر نویساند اونجا یک قاضی خیلی به انصافی بوده است. وقتی این مرد توانگر که خیلی غرور داشت میگه تکبری کلان داشت، وقتی با این مرد فقیر میگه در محکمه که حاضر شد، این قاضی میگه نگاه کرد که بسیار غرور و تکبر این آدم توانگر زیاد است. چیکار کرد؟ میگه یک مدت ایستاد و گفت این کار شما گفت به فردا میگذاریم. گفت چرا؟ گفت من الحال حیض دیدم. این مرد بود قاضی کلانی که الحال باید این مسئله را حل کند. گفت من حیض دیدم الحال. گفت در حالت حیض گفت من حکم نمی کنم. این توانگر حیرت دمان گفت نخواه که مرد گفت حیض بیند، این حیض گفت کسل زنانه هست. گفت اینا گفت ترا در تعجب افتاد، لکن اسب گوساله زاید این عجیبتر نیست. گفت و حضرت حکم کردن آدم دانشمند، آدم مسلمان طرفداری آدم فقیر چکار کردن؟ طرفداری کردن. امروز ما و شما هم باید که هر جا که یک برادری داریم نمازخوان است، خدا ترس است، پیروی رسول اکرم است، پیروی سنت های پیغمبر خداست، نابسته مال دارد ندارد، ما و شما باید به اینها محبت بندیم. باید اینها را ما و شما دوست بداریم. اینها را ما و شما از معرکه های خود بیرون نکنیم، زیرا رسول اکرم خود فقیر بودند و فقیرها را دوست می داشتند. به حضرت بود دائم حب درویش. حضرت مولوی میگوید به حضرت بود دائم حب درویش، تو چون عقرب زنی درویش را نیش. تو چرا فعل عقرب داری؟ تو چرا فعل کژدم داری که فقیرها را آزار میتی؟ باید ما و شما الفقراء، پیغمبر خدا میگه یدخلون الجنه قبل الاغنیاء ب500 سنه. فقیرها گفت از پیغمبر خدا پیش از بایها با 500 سال داخل جنت میشوند. فقیرهایی که امروز فقیری خدا و تنگدستی خدا از خدا میبینند، فقیرهایی که در اصل مسلمان باشند، نگن که مثال ریسک خودشون از دوره های پیش بینن یا ریسک خودشون از یگان مرد دیگر بینن، بگوین که فلانی بود ما سیر بودیم پر بودیم، فلانی کی نیست یا فلان دوره کی نیست ما الکی تشنه و گرسنه ماندیم. این گونه فقیرانی که از خدا دیدن، فقیرانی که تمام پستی و بلندی خدا از جانب خدا میبینند، اینها داخل جنت میشن. گفت پیغمبر پیش از بایها با 500 سال. انشاءالله در این باب دنیایی که دو جمعه با شما صحبت داریم خیلی موضوع کلان هم هست، فقط خلاصش همین است که ما و شما را چگونه که پیغمبر خدا فرمود فریفته نسازد، بلکه دائما در یاد خدا باشیم. ساعت عبادت خدا آمد دنیا را ترک میسازیم، عبادت خدا را میکنیم، بعدا چیکار میکنیم؟ باز به کار دنیا ما و شما مشغول میشیم. هیچگاه اسلام ما و شما حکم نکرده است که شما دائما در داخل مسجد باشین، دائما در دست شما تسبیح باشد، دائما شما در ذکر باشین. نه، بلکه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض.
شما نماز خدا را خواندین، عبادت خدا را کردین، بیرون شوین به حولی براین، به میدان براین، کار خدا را کنین. فقط در حالت عبادت خدا شما به دنیا مشغول نشین. خوش به حال این برادرانی که الحال بسیار اینها سوداگرها هستند، سوداهای خدا بسته کردن، آمدن برای نماز جمعه، 1 ساعت انشاءالله از این نعمت خدا استفاده میکنن، باز رفته از پی سوداشون میشوند. هم دنیا و هم آخرت اینها چی است؟ آباد هست. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوالی را به شما واگذار کردنی می باشم. شما گویید که شخصی فوتیده ای که دندانهای صنعی، یکی طلایی و نقره و خله و صدفی و غیره دارد، وی را جنازه کردن ممکن است یا نه؟ چون که من در یک جنازه زنی بودم، مولای جنازهگر به شهروری میته رو آورده به او کاهش کرده، میگفت که میدانستی که کسل سرطان بود، چرا دندانهای او را کنده نگرفتی؟ حالا من جنازه نمیکنم و به آدمانی در صف بوده هم خیلی سیاستم کرد و عاقبت جنازه را خواند. یعنی انسانی که اگر در دهان خود دندانهای طلا دارند یا خوله دارند یا صدف دارند یا نوع دیگر چگونه نباشند، بر اینها نماز جنازه خواندن جایز است. نماز جنازه خواندن اینجا مانعی ندارد، لیکن دندان طلا کردن، گردنبند طلا بستن، چله در دست کردن یا ساعت طلا بستن برای مردهای امت پیغمبر خدا حرام است. برای ما و شما حلال نیست که از این طلاها ما و شما استفاده کنیم. به خدا قسم این جوانمردی شما را نشان نمیدهد، این غیرت شما را نشان نمیدهد، این مدنیت شما را نشان نمیدهد، بلکه شما زیدی گفته پیغمبری خودتان عمل کرده ایستادین در وقتی که شما چله طلا دارین یا گردنبند طلا دارین یا ساعت طلا دارین. شما با اینا افتخار نکنین، شما با عملهای صالحتان افتخار کنین، شما با همین مؤمن و مسلمان بودنتان افتخار کنین. این از همه در افتخار بلند است. دندان طلا را در صورت جایز میگن که اگر در او چی است، در او ضرورت پیدا می شود. ضرورت پیدا شد میلش جایز میگویند. امروز جمع علما همه با اتفاق دارند که وقتی که اگر دندان ضرورت شد میلش، لکن از روی زیب و زینت یا از روی دولتداری اگر دندان طلا کنی این حرام است. در این در نزد خدا چی میشه؟ تو گناهگار میشه. حتی در نمازهای خواندگیت هم کراهیت و نقص پیدا میشه اگر به ضرورت باشد. سلام داملا، اگر به نیت غسل باشی به سر سودا و اگر خوراکخوری بنشینی آیا جایز است؟ نه، جایز نیست. انسانی که در غسل جنابت باشد چگونه وی سودا میکند یا چگونه وی طعام میخورد، اینا برای آدمی که در حالت جنابت باشد جایز نیست. وقتی ما و شما در حالت جنابت باشیم باید که چیکار کنیم؟ باید در حال جنابت از وجود خودمان دور بسازیم. در حالت جنابت خوردن و سودا کردن یا با یکدیگر نشستن و معامله کردن این جایز نیستند. اینا خوب هم نیست، اینا آداب هم نیستند. مگر که در ماهای رمضان در مسئله ها میگذرد که اگر انسان وقتی که در جنابت است اگر از پی جنابت شود ممکن است که روز شود، یعنی از خوراک خوردن باز ایستد. در این صورت که ضرورت است، در این صورت اول ما طعام میخوریم بعدا غسل جنابت میکنیم. اینا فقط در ماهای رمضان آمده است. اگر شب رو به قبله خواب باشی چی میشود؟ خوب است، هیچ ضرر ندارد. رو به قبله خواب میکنی، پشت به سوی قبله خواب میکنی، این برای تو هست، این چی باکی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، من یک مادر اسلامی شما در هر یک نمازهای جمعه اشتراک میکردم. من از نصیحت‌های خوش اسلام و از سخن‌های از صمیم دل و شیرین شما دلم به اسلام باز هم نزدیکتر شد. من پسری دارم نماز بامداد را قضا میخواند، بزم این باشد مرا حقارت‌های بی‌زیب و گپش میگویم، گپم را گردانده بالایم داد میزند. من مادر اویم، در همین مسجد شما نماز میگذارد. کمی باشد با این خیل پسران نصیحت ها کنید. من شوهر ندارم، با این فرزندان من همچون پدر و مادر اینها را به وایه رسانیدم.
التماس میکنم که این سوال مرا جواب یاب، مگر این گناه نیست؟ خداوند به این چی لعنت میکنه؟ یعنی این مادری بود است که در مسجدهای ما و شما هم نماز میخواندم، فرزندی او هم در مسجد ما و شما نماز میخواند، نابسته فرزندی او است یا غیر فرزندی او هست. ما جمعه آینده انشاءالله چخیلی که وعده کردیم درباره پدر و مادر صحبت داریم. حق پدر و مادر و حق فرزندم بالای پدر و مادر چی هست انشاءالله به سمع شما میرسونیم. الحال همین گفتنی هستم. پیغمبر خدا میگوید رغم انفه من ادرک ابویه عند الكبر او کلاهما ثم لم يدخل الجنه. پیغمبر خدا گفتند خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما. بینید رسول اکرم مثل یک دعای بدی نکردند مگر انسان میگه در کدام حالت بینیش خاکالود میشود؟ وقتی که اگر در لحد خواب باشد. یعنی مثل که مردن شما بهتر است، مردن شما بهتر است، مردن شما بهتر است. این به سوی کی هست؟ به سوی کسی هست پیغمبر خدا گفت که در حال حیاتی پدر و مادر مییابد، یا یکی از اینه، یا پدر یا مادر مییابد و داخل جنت نمیشود، مردن این خیل فرزند بهتر است. یعنی از این معلوم میشود که یافتن جنت ما و شما به احترام پدر و مادر ما و شما. اگر ما نماز بخوانیم، ما روزه بگیریم، از مالمان زکات دیم، خب احترام علم علما را بکنیم، لکن پدر و مادر از ما و شما خفه باشد، ملال باشد، همه این حسنات نیکی های ما و شما نابود می شود. اینا در نزد خدا هیچ قدر قیمت پیدا نمی کنند. السلام علیکم دامنای محترم. بعد از سلام از درگاه الهی سلامتی شما را خواهانم. از شما خواهش دارم به دو سوال من جواب دهید. بعد نماز شام 30-35 دقیقه کفایت است یا نه برای خواندن نماز خفتن؟ اگر کمی وقت رو دراستر کنیم قوم پراکنده می شود و دیگر به مسجد نمی آیند. البته همچنان قوم باشد که به 30 مینوت 35 مینوت طاقت داشته باشد، باور که خداوند محتاج این گونه عبادت نیست. و من کفر فإن الله غنی حمید. اگر همه شما که کافر شین، خدا میگه من بایستم و باکی هم ندارم. برای چی در عبادت خدا طاقت نمیکنند؟ در یک تلویزیونی که تمامش وجودش فساد است، برای همو را تماشا کردن ساعتها در بیخش میگلتد، تماشا میکنه، طاقت دارد. اگر یک معرکه باشد برای که همون زهری تنه شود خوردگیش، اگر ساعتها بشیند طاقت دارد. لیکن برای عبادت خدا که 1 ساعت و 115 مینوت از طاقت ندارد. این خیل قوم هم لازم هم نیست. اگر همین خیل قوم بی طاقت باشد که 1 ساعت و 15 مینوت به کمش ایستادن در کار، حالان که امروز 1 ساعت و 30 مینوت باید بسیم و شما 1 ساعت و 15 مینوت نیستد، همون لازمش رفتنش در کار است. این گونه قوم برای مسجد لازم هم نیست. این مسلمان هم مسلمانی کامل هم نیست. این اعتقاد مستحکم هم ندارد. طاقت خیلی داملا را عوض کردن در کار. اگر همون داملا هم که خودش طاقت نبود، داملا هم نیست آخه. و حیف بکنه این منبره، حیف بکنه این محراب وقتی که داملا خودش آدم بی طاقت باشد. در دام 1 ساعت باید نشیند بین قوم، مسئله خوانی کند، امر معروف کند، نهی منکر کند. این است البته وظیفه داملا و این است وظیفه قوم. این چی بود است؟ برای یک نماز جماعتی که پیغمبر خدا باری هم ترکش نکردند. در حالتهای وزنین ترین که رسول اکرم ساعتها به وفاتش مانده بود، نماز جماعت خواندن حضرت. ما و شما ترکش میسازیم، ما و شما طاقت نداریم. در روزهای گرم داخل مسجد خالی ایستاد و در صحن مسجد نماز خواندن درست است یا نه؟ درست است. در صحن مسجد هم حکم مسجد دارد. همون صحن مسجد هم که شما اگر در حالتهای گرمی که هیچ طاقت فرسا نیست، یعنی در داخل مسجد نشستن نمیشود، اذیت گرمی، شما میتونید در صحن مسجد هم که نماز خوانین، انشاءالله ثواب همون مسجد چیکار میکنین؟ دریافت میکنین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و ثمره این موعظه هایی که به سمع این بندگان خدا رسانیده شد، خدایا از ثواب این همه ما را برخوردار بگردانی و عاقبت همه کار ما بندگانت را به خیر بسازی.
مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیکی که در دلمان داریم خدایا با فضل کرم خود برآورده خیر بگردانی. آرامی را خدایا در روی دنیا علل خصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام خدایا نگه بداری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یک برادر بیرون از مسجد دعا طلب کردند که اپشان در دوشنبه بیمار است، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزیش بگرداند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین و رب العالمین. خیر احسان هایی که شده است، بچی مراد و مطلوبی که باشد خدای مراد و مطلوب هاشون حاصل